ماما باش نیمرو رو بیار دیگه. نیمرو مال شما نیست، مال باباست. حالا دیگه چی شده بابا اینقدر عزیز شده؟ بابا سلام. سلام آجون. سلام بابا جون. سلام قربونت برم. بیا بابا دیشب چی کار کردی که مامان امروز انقدر خوشحاله؟ خب یه با هم آشتی کردیم. چجوری با هم آشتی کردیم؟ ماچش کردم و آشتی کردیم. خب هم که مامان با یه ماچ انقدر خوشحال میشه چرا هر شب ماچش نمیکنی؟ هر شب که نمیشه بابا جون. چشم هر شب مامان ماچش میکنم. مامانم قول میده هر روز صبح واسه نیمرو درست کنه. آقا دیر کافی داشته داشت خلومم اومد، برم در باز کنم. Likey